شاگردای خودم بچه آمول رفت توی شهسوار بازی کرد، توی رختکن با چاقو زدنش تو بازی زیرزمینی. بعد جالبه یه دفعه که ما سازمان ثبت کردیم، خدا شاهده اینا هنوز هیچ کدومشون تو ایران ثبت هم نکردن، تک و توک شاید فکر کنم یکی نفر دو نفر رفتن تازه دنبالش. اون موقع ما تو ارمنستان ثبت کردیم و تو ایران هم ثبت کردیم، فردا دیدم یکی زده پسوند منو، مثلا مسابقات منو گذاشته، یه چیزو حذف کرده، اون یکی یه چیز دیگه زده، اون یکی چیز دیگه. بعد جالب اینجاست که رسمیت ندارن، یعنی نیومدن یه جا مالیات بدن، یه جا ثبتش کنن، لوگویی ثبت کنن، کاری انجام بدن. یه دفعه اینا شدن مدعیان ام ام ای. انقدر زیاد شدن، انقدر مدعی ام ام ای ما در دنیا، متاسفانه انقدر در دنیا دارن کار میکنن، نداری که تو ایران داریم. یعنی سازمان‌های حرفه‌ای در دنیا اینقدر ادعا ندارن که ما تو ایران مدعی و این است که من اولی ام، اون یکی میگه من دومی ام. من تازگی‌ها دیدم یکی از این سازمان‌ها زنگ زده به یکی از شاگردای من، رفته بیا پیش من با من قرارداد به من میخوام برای اولین بار تو ایران کارت فایت صادر کنم. پس من اینجا برای چغندر بودم، منم واقعا اولین نفری که تو ایران قانونی خدا شده با مجوز برگزار کرد من بودم. اینا اینجا میتونم با صراحت بگم اولین نفر تو بخش خصوصی که قانونی برگزار کرد بنده بودم. ما ادعایی هم ندارم، من اومدم برای وطنم کار کردم، 1 میلیارد خورده هزینه کردیم، بازی با 3 تا اسپانسر، کلی به هر حال جایزه و تندیس و فلان، مهمونای خیلی خوب، پذیرایی عالی. یک دونه خدا شده ما نیاز نداشتیم اورژانس بیاد، علیرغم اینکه 2 تا اورژانس بود، پزشک بود، تیم داوری تکمیل بود، تیم حراست تکمیل بود، پلیس بود و یک بازی کاملا در چارچوب که واقعا الان شما بزنید تو اینترنت اولین دوره ام ام ایران تمام بازی من میاد بالا. خب این من مدعی نیستم، من می‌خواستم اینو ادامه بدم در کشورم، خدمت کنم به وطنم. فردا از اینجا من برم بگم آقا میخوام تو عمان کار کنم، میگن یارو وطن فروشه. دیگه نمیگن تو کشور نذاشتیم کار کنه. یعنی اینو قطعا به شما قول میدم اگه نوروزی نامی یه روز از این کشور بره بیرون جای دیگه کار کنه، میگن وطن فروشه، میگن خائنه، میگن فلانه. علیرغم که من سرم و جونمو برای ایران میدم. یفتونم پشت سر من گفته بودن که این نمیدونم ضد انقلابه. آقا پیشینه من نوروزی مشخصه، من یک کد ملی رو بزنید سیستم همه میاد بالا. چرا میان تخریب میکنید؟ هنوز اینجا هستم، ولی اگه فردا برم ایران، از ایران برم بیرون 1000 تا حرف برام در میارن. چرا؟ چون نمیتونن ببینن، نه خود خورن نه کستن، اخته کنن یا تو سگ دهن، نمیذارن کسی کار کنه، خودشون هم نمیتونن کار کنن. این بزرگترین موزن ماست. فردا من برم بیرون میگه آقا فلان سازمان در ایران بازی برگزار کرد، بابا یارو باشگاه 200 متری 200 متر 150 متر زده انتخابی مسابقات قهرمانی ام ام ای فلان. بابا خجالت بکش، تو باشگاه 200 متری قفس رو زمین، کیش باید 1 متر از سطح زمین بالا باشه. تو همین انجمن ام ام ای قفس رو زمین 2 تا گذاشته بودن. اصلا نداریم هیچ جای دنیا، چرا باید اینجوری باشه؟ تاتامی 3 سانتی، یعنی ایجاد آسیب دیدگی فت و قراقون. قفس باید 1 متر بالا باشه. بعد میگین آقا ما بازی برگزار که نورپردازی فلان نکردیم. اون بازیکن بدبخت میاد که فیلم بازیشو ببینه لذت ببره 10 سال دیگه، نورپردازی رو ببینه لذت ببره مثل همه جای دنیا. این کارا رو نمیکنن، خودشون نمیکنن، کسی هم که میخواد انجام بده میگن نکن. انتقاد هم میکنی بهشون میشی دشمن نمیدونم نظام و دشمن فلان، 1000 تا عیب بهت میچسبونن. در صورتی که آقا پیشینه من مشخصه، من از همه این آقایون 1000 برابر نمیخوام اینجا بگم به قرآن. اصلا من کاری که برای کشورم کردم اینو تو خوابشون هم نمیبینن. من سر جونم برای کشورم میدم، ولی کاری میکنن که آدم از این کشور بره توی کشور ثالث بازی برگزار کنه، فردا بگن آقا دیدین رفت اینجا نتونست کار کنه، اینجا نمیذاریم ما کار کنیم.
چه آدمایی داشتیم. ما خدا بیامرزه آقای فریدون مالکی مربی من بود، ایشون سالها خارج از کشور بود، روحشون شاد، ایشون ورزش رینگی آوردن داخل ایران، آوردن تو ایران، انقدر اذیتش کردن اون زمان نتونست اینو اثبات کنه که اونجا اون زمان یه ورزش رینگی رو به اسم خودش ثبت کنه، بعدا فول کنتاک و فلان و اینا اومد. خیلی از این دست آدما داشتیم. خدا بیامرزه آقای مال مویتای محمد توحیدی، بهش انگ دیوانگی میزدن دور از جون، در صورتی که این بزرگمرد تنها کسی بود که تایلند قبولش داشت توی موتای ما. حرفایی که پشت آدم میزنن درد داره. میدونی استاد جان، من از دردم از خودم نیست. یه مدت گفتن نوروزی نمیدونم چی میزنه، یه حرفا رو میزنه. بابا در زمان انتخابات ها، فدراسیون، من گفتم آقا من و خدا ما این سیستم رو ور میداریم. همون اتفاق هم افتاد. من و خدا یعنی اینکه آقا من توانمندیم، افراد دور و برم توانستیم اون نظام قبل فدراسیون رو سرنگون کردیم، عوض کردیم. بعد دلیلی حالا بعدش آقا اومد با ما مشکل خورد و اون کاری که ما می‌خواستیم نکرد و اینا، بماند، به خودش ربط داره، خودش میدونه و خدای خودش. من ایشونو واگذار کردم به خدا. بعد گفتن، بعد که انجام شد گفتن نه نوروزی تونست، نوروزی میتونه. الان هم همونه، حرفی که ما میزنیم بده. چرا؟ چون یه جایی بر علیه منافع فدراسیونه، بر علیه منافع انجمنه. در صورتی که من گفتم آقای ایکس رفته، من رو بذارید به عنوان دبیر. الان همینجا میگم، گفتم آقای ایکس نخواست وایسه، ایشون هم متاسفانه به دلیل همون آدمی که شما هم میدونی اومد تو انجمن کنار کشید خودشو. در صورتی که آقای خویی بی‌نظیر بود، مدیریت خوبی داشت، مدیریت خوبی داشت، امریکا نبود. منم بهش یکی دو بار شاید انتقاد کردم که آقا شما امریکا نیستی، ولی مدیر خوبی بود. ایشون به همین دلیلی که یک شخصی رو بدون اجازه ایشون آوردن، حالا بعد دلیل رفت بیرون. گفتیم آقا ما رو بذاریم به عنوان دبیر، من جمع کنم این موضوع رو. منتها چون سبک دارا بهشون، به منافعشون ضربه وارد میشد، اون چیزی تو ذهن من بود، من رو تخریب کردن تو ذهنیت اذهان حالا فدراسیون و اینا. آروم آروم خودشون دو نفوذ کردن. من آدمایی دارم که صداشون رو دارم، خدا شاهد، التماس میکردن تو رو خدا من بشم رئیس فلان، دارم صداهاشونو. من به دلیل ضربه‌هایی که خوردم از آدم‌ها تو این دوره‌ای که داشتم کمک میکردم و کار میکردم، صدای همه اشخاص رو برای خودم نگه داشتم، چون میدونستم روزی بهم میزنن. به خدا میدونستم روزی بهم میزنن. روز اولی که به من گفتن این نکن این کارو، با آقای فلانی نزدیک نشو، فردا میذارت کنار، من گفتم نه، من واسه بچه‌های مردم دارم کار میکنم. والله العظیم تا روزی که اون آقا به ریاست فدراسیون رسید، من هیچ خواهشی از یادم نداشتم، هیچی نخواستم. خودش هست، شاهد، خدا هم شاهده، من دلی کار کردم. اما اون روز صداها رو همه رو دیگر داشتم تو گوشی خودم، برای خودم، نه برای که جای ارائه بدم اون مدتک و فلان حرفا، نه، که یادم بمونه کی چی گفت. و الان برای خود من شاخ شدن، برای خود من شدن نمیدونم داستان درست کن. بعد جالب اینجاست که من چون انتقادم درسته و من با مدرک صحبت میکنم، خدا رو شکر به حمدالله نمیتونن حرفی بزنن. هستم در خدمتتون. ببخشید من یه خود زیاد خیلی استفاده کردم استاد نوروزی، ممنونم از این توضیحات جامع و بعد کاملتون که خب زیر و بم یک جوری میگه ماه پشت ابر هیچ وقت نمیمونه و قطعا تمام کسایی که در حق ورزش کشورمون خیانت کردن، کسایی که یه جورایی اومدن ضربه بزنن و نتونستن و یا ضربه زدن و تونستن، قطعا این ماه از این چیز، از پشت این ابر میاد کنار و روشن میشه که کی در خدمت کرد و کی خیانت کرد. اون موقع دیگه کاری نمیشه کرد متاسفانه. و مسئله مهم اصل حقیقتا ما تا الان هرچی صحبت کردیم، حالا در خصوص حواشی ورزش کشورمون بود، حالا بحث سازمان هامون، بحث افراد غیر متخصص. حالا میرسیم استاد، خیلی از دوستان میان سوال میکنن، حالا تو دایره که بنده یا از دوستای دیگه مون که خب میشنویم دارن سوال میپرسن، اینکه ما چجوری
ورود کنیم به سازمان‌های حرفه‌ای و ثبت قرارداد، چگونه ثبت قرارداد داشته باشیم. خب ما الان خیلی از سازمان‌ها خب دارن فایتر اعزام میکنن، میرن خارج از ایران، کلی هزینه میکنن و هیچ جوایزی هم در نظر براشون گرفته نمیشه، یا میان بازی میکنن. من بله شما بفرمایید. عرض کنم، من کامل و بله جامع توضیح بدم براتون، وقت بچه هم نگیریم. ببینید، یک فایتری که رزومه نداره بله قطعا باید هزینه کنه. ببین، اگر کسی اومد به فایتری گفت من تو رو میبرم، همه هزینهات با من، فایتری که شیرداک بله نداره یا تاپولوژی نداره، خب میاد میگه من تو رو میبرم، قطعا بدون میخواد چیکن بشه، یعنی اصطلاحا بله میخوان سرشو ببرن، گوش لب توپه. اگر کسی گفت من تو رو میبرم، اینو من مینویسم. یعنی کسی بگه آقا پول نمیخواد بدی، بیا با من بریم، هزینه‌تون با من، میبره اونجا میبازونه، یه پولی از اونا میگیره تا بله رکورد بله اونا بره بالا. من اینو در چند تا کشور دیدم. اگر بازیکنی میخواد بیاد وارد عرصه حرفه‌ای بشه، یکی نداره، بحثش جداست، میره اسپانسر بگیره، تو کشوری شرکت میکنه، خودشو نشون میده، تو استادیابی نشون میده، میاد یه اسپانسر اینو به حال هزینه‌اش تقبل میکنه. حتی خود من مثلا میگم آقا یه بازیکنی خیلی خوبه، چون تو همین دورم که دارم میرم، من از یه بازیکنی که شاگرد خودمه بشدم آقا تو نمیخواد هزینه بدی، اینقدر فقط پول بلیط بده بیا. میام من چون اینجا برد داشته، ببینم یادم اونجا برده، بله قطعا باش قرارداد مینویسم. اما این صحبتی که ما با رئیس نمیخوام اینجا بگم فردا ایرانی‌ها بریزن سرش بگن آقا به ما هم این نمایندگی بده، با رئیس یک جایی تو ارمنستان صحبت کردیم، اتفاقا هست، من دارم صحبتی که با هم کرده بودیم کامل ویدیوش هست. ایشون دبی بودن، ما داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتش که من یکی رو میخوام به من بازیکنی بده که لول دار باشه، 5 تا شرداک داشته باشه. ما یه لیگو داریم تو ارمنستان راه بله اندازی میکنیم با این دوستمون، لیگه هر 2 ماه یک بار یه فایتری که باش قرارداد بستیم میاد با صحیح. هزینه ما بازی میکنه. 5 تا 6 تا بازی رو پشت هم ببره، ما اینو با هزینه خودمون بهش جایزه نقدی هم میدیم، وارد سازمان‌های حرفه‌ای تر میکنیم، مثلا چه میدونم، مثل وان چمپیون، مثل نمیدونم بلاتور، مثل سازمان‌های دیگه که بله قرارداد باشون داریم. برای فایتری که میگم 5 تا 6 تا برد پشت هم بیاره. حالا فایتری که نداره، تاپولوژی نداره، شرداک نداره، تازه شروع کرده میخواد بیاد وارد عرصه حرفه‌ای بشه، میاد ما استادیابی میکنیم، به حال حالا یا داخل یا خارج بازی میذاریم، تستش میکنیم، هزینه هم نداره. هزینه الان ما یه زمانی $500 میبردیم، الان من دارم خودم نصف هزینه رو میدم، یعنی هتل و غذا رو من میدم، میگم آقا تو بلیط 7 تو بده با ورودی تو بیا شرکت کن، اگر تو بردی من قطعا با قرارداد مینویسم. وقتی من قرارداد بنویسم، اسپانسر دارم، خودم هم هستم، حمایتت میکنم. بازی بعدی میگم نمیخواد هزینه ورودی تو بدی، هزینه ورودی بدی، فقط پول بلیط رو بده. بازی بعد پول بلیط هم من میدم، ورودی هم من میدم، میگم بیا حالا این جایزه نقدید. اصولش بله اینه. شما یه سرچ ساده بکنید تو یو اف سی هم طرف وارد شده، 20 تا 30 تا 40 تا بازی بله تو سازمان دیگه کرده. من با یکی از استادایی که سوئد زندگی میکنن، والا نمیخوام اینجا اسمش بیارم، با هم خیلی صحبت میکنیم، میگم نوروزی اینجا هم اینجوریه، اینجا هم باید پول بدی بله بازی عوض دا 4 5 6 تو میگه پول بدی، خودتو نشون بدی، باید هزینه کنی. حالا ما میگیم بچه‌مون ندارن، ما واقعا قبول داریم اینو، اما اینکه یه نفر واقعا دیگه نتونه $100 $150 جور کنه، این دیگه من میگم شاید نشده. آقا بیار نداره، یه تست به ما بده، ما تو رو ببینیم، با یه فایتر خوب ما تو وزن خودت بازی کن، من خودم شخصا بلا ببینم بازیکن خوبیه با دلشون بسیار خودم میبرمش. اما یه عده میان میگن آقا نمیخواد تو پول بدی، هزینه نمیخواد بدی. یه دوستی راه افتاده بود تو کل کشورش با همه قرارداد مینوشت، بهش زنگ زدم گفتم فلانی تو مجوز داری؟ گفت از طریق باشگاه فلان دارم این کارو میکنم. گفتم باشگاه ماده 5 داره، راهنماییش هم کردم تازه. گفتم فردا تو متخلف محسوب میشی وقتی شرکتی نداری، ماده 5 نداری، نمیتونی با کسی قرارداد بنویسی، یا از نظر حقوقی مشکل میخوری. اما ما میگیم آقا اونی که اومد بهت گفت، دوست عزیزم امروز داشت همونو میگفت، تو انجمن هم هست، خیلی برام جالبه،
داشت گفتش که آقا روسیه نرید، فلان کشور نرید، میبازونن، حقتون رو میخورن. راست هم میگفت. بچهای ما این به این نقطه نرسیدن عقلی که آقا کسی به من میگه من هیچ بردی ندارم، هیچ دو تا بازی تو کشور کردم، بیا بریم با هم دیگه روسیه، مفتی میخوام ببرمت روسیه. اون یعنی نمیدونه تو رو میخوام ببرن چیکار کنن؟ میخوام ببرن تو رو بله بله ببازونن دقیقاً. و رکورد اون شخص رو ببرن بالا. بعد رو شرط بندی میکنن. سازمان هایی که دارن تو روسیه حرفه‌ای نیستن، خیلی آنچنانی اسمشون، چون سازمان حرفه‌ای خودشون خراب نمیکنن، یه بحث شرط بندی دارن، مثلا یو اف سی یه سایت شرط بندی داره، سواس بازی هم که میکنه یه پولی هم به فایتر میده بابت اون بازی، بابت اون هزینه ها. تو ایران قدغن شرط بندی ولی خب اونجا انجام میشه. تو ارمنستان هم ما یه سایتی داریم به نام ویوارو، میاد تو مسابقات فوتبال این اون بله یه سایت شرط بندی میذاره، ورود میکنه. اما نمیگیم شرط بندی، ولی اونا میان رو باخت بچه ایرانیه میبندن، یه پول هنگفتی میگیرن، منیجر $500 $1000 $5000 میگیره میذاره جیبش، برمیگرده به ایران، به اون فایتر یه بله قرون پول هم نمیده. اون فایتر با سر شکسته و پای شکسته و باخت و یک رکورد ثبت باخت شده، ثبت شده باخت میاد تو ایران و اون همون میشه که از اون با برداشت میاد کنار. دقیقاً دقیقاً. یه فایتر خیلی خوب داریم ما، خیلی هم معروفه، تازگی خیلی معروف شده. یه دوستی که اون آقا رو برده روسیه، اینو برد توی تایلند، بازی رو برد، 3 راند زد، حریفش رو ترکوند، آخر بازی دست حریف رو بردن بالا و الله العظیم حقش رو خوردن چون بسته بودن چیکن شدنشو. اما ما میگیم آقا ما بیایم، من خودمو میگم، من کاری به بقیه ندارم، من خود شخصا خودمو میگم، من میگم آقا بیاین با من مسابقه رو شرکت کنید، احساس کردم فایتر خوبی هستی، خودم هزینه‌تو میدم، اگه اومدی با من بازی کردی بردی، همونجا با قرارداد می‌نویسم تو کشور ارمنستان، قرارداد منم رسمیه چون هم اونجا شرکت دارم هم اینجا شرکت دارم، شما با قرارداد با من کار کنید. وقتی قرارداد نوشتی، لباست با منه، مکملت با منه، از یه جایی به بعد اعزامت با منه، اگه بله 2 تا 3 تا برد داشته باشی اعزامت کامل با منه. 5 تا شیرداک به من دادی، من تو رو وارد بحث حرفه‌ای میکنم، از $500 $1000 بهت میدم، میبرم تا بالا. یه دوستی داشتیم، من $25000 قرارداد بستم برای شاگردم، سندش کو؟ بله سندش کو؟ آیا سند داری با حرف؟ ولی من میگم آقا این شکلیه. بعد اگه کسی میخواد حرفه‌ای بازی کنه، فایترهای محترم، مربیان عزیز که میخواین دیده بشید، راهش اینه برید سراغ سازمان ها و منیجرهای پاک. ما داریم تو ایران، بازم نمیخوام اسم بیارم، استاد خیلی خوبی هستن، اسم تیمشون هم بالا اینجا عنوان میکنم، اجرای سرخ، میاد فایتر رو میبره، هزینه هاشو میده، فایترهاشون هم فایترهای خوبی هن، جایزه های خوبی هم بهشون میده، هزینه هاش سفرشون میده. منم اینجوری هم، دو سه نفر دیگه هم داریم، آقای الان مثلا همین بله آقای جاسم نعیمی مال میکس فایت که جای بنده اومد، فوق العاده داره خوب کار میکنه. من خدایی باید حقو بگم، جاسم بچه‌ها رو میبره ارمنستان، سرسامون میده، هزینه‌هاشون میده فلان اینا. خب این وقتی ما ببینیم یه فایتری خوبه، حمایتش میکنیم. اسپانسر منم میاد بگه حالا من اینقدر به تو میدم، لباس منو تنت کن. بسیار ولی بسیار خب فایتری که وقتی دیده نیست، دیده نشده، قدمت نداره یا حالا برد نداره، نباید توبه. فایتر دارم 3 تا برد داره، به من میگه استاد من چون 3 تا برد دارم پول نمیدم. گفتم برو هر سازمانی تو رو میبره باش برو، من این کار نمیکنم. من ارزش خودمو پایین بله نمیارم ها، من ارزش خودمو پایین نمیارم. من وقتی قیمت خودمو بیارم پایین، پولی نه، قیمت شأن و شخصیتمو بیارم پایین، فردا میشم مثل همون آقایونی که الان دیگه همه ایران به عنوان منیجر نما اون داره بله میشناسن. راه حرفه‌ای شدن بسیار اینه که عالی. خدمت بچه‌ها گفتم، یا خودشون ایمیل بزنن به کشورهای دیگه، میتونن این کارو بکنن، به سازمان‌های بزرگ ایمیل بزنن یا سازمان‌های پایه ایمیل بزنن، فیلم بازیاشونو بفرستن، اونها ببینن. الان ما تو چین داریم این کار دارن میکنن بچه‌ها، خیلی از بچه‌ها میان تو چین شیرداک نمیخواد، تاپولوژی نمیخواد، چین فقط میگه بیا بازی کن، برد اینقدر میدم، باخت اینقدر میدم. خیلی بچه‌ها چین بازی میکنن. بله اونایی که دنبال پول در آوردن میتونن برن چین، میتونن برن چین.
اونی که دنبال حرفه‌ای شدن و خبیب شدن و کانر شدن و دیگر بازیکنایی که مثل افغانستانی‌ها که دارن تو UFC بازی میکنن، تو بلاتور تو وام بازی میکنن، مثل آقای امیرعلی اکبری دارن تو وام بازی میکنن، به دنبال این هستن. راهش اینی که من گفتم، پول میخوای برو چین بباز، بهت پول میدن، ببر بهت پول میدن. اما اگه میخوای حرفه‌ای بشی، تاپولوژی و شرداک. خیلی از این بچه‌ها بازی کردن، بالای شاید بگم 500 نفر به من زنگ زدن استاد ما فلان جا بازی کردیم، گفتن رکورد شرداک داریم، رکورد اون ثبت نکردن. اما خدا شاهد، من هر کیو بردم خارج رکوردش ثبت کردم. هر کیو بردم خارج تو از سازمانی بازی رکوردش ثبت شده. حتی بعضیا رو کمکشون کردم باختاشون ثبت نشد. یعنی خواهش کردم رئیس سازمان، باختشون ثبت نکرده. دلم میسوزه. من میگم این بچه‌ها گناه دارن، آینده دارن. از ما که گذشته. من امید نوروزی دارم زندگیمو پای ورزش میذارم، اعصاب و روانم پای ورزش میذارم، پولی هم در نمیارم از توش. به خدا الان همین اعزام به من آقا همینجا همه بدونن، گفتم آقا $150 اونی که رکورد داره تا 3 تا 4 تا، اون که نداره هم که $200 که خب اکثرا $105 بودن. همینجا دارم میگم هم بدونن. خدا شاید $105 شما الان 10 میلیون تومان یه شمال بری بیای بله بیشتر خرج میشه. یکیش میخوای بری تورش الان 20 میلیون. اونم گفتم آقا هزینه رفت و برگشت و ورودی که خودش میدونی چرا اون پولو میگم بده؟ به خاطر اینکه مفت نیاد فردا شاخ بشه، دلش بسوزه. پول دادم باید ببرم. چون مفت که ببری، هر کار مفتی و بی اجری طرف گنده میکنه متاسفانه. این شما خودت میدونی. بیشتر به این دلیله. ولی من اسپانسر الان اوکی کردم برای بازی بعد این بازی. ما یه بازی داریم جام ریاست جمهوری ارمنستان، این پیش زمینشه و اونجا ما لیگ ارمنستان رو استارت میزنیم. لیگی میخواستم تو کشور خودم راه بندازم و نذاشتم و انشالله آقای دنیا مالی کمک هم کنه، موافقت کنه، وزیر محترم راه بندازم. تو کشور ارمنستان هم راه میندازیم. اگر اینجا به من این فرصت رو بدم تو کشور خودم انجام میدم، اگر نه تو ارمنستان. و بهتون قول میدم من سال دیگه این موقع بچه‌هایی که تو ایران میخوان حرفه‌ای بشن و به اون نقطه میرسونم. 2 سال اینجا جلوی منو گرفتن، 2 سال صبر کردم که غیر قانونی کار نکنم. الان هم دارم قانونی کار میکنم. اونجا شرکت دارم، اینجا هم شرکت دارم، میتونم اعزام کنم میبرم. چون شخصی هستش و خصوصی هستش، دارم رک میگم آقا من میتونن با رضایت شخصی با من بیان و این کار رو انجام بدم. خدا کنه که اینجا به من مجوز رو بدن داخل کشور خودم این فعالیت رو کنم. به خدا من اون چیزو، اون آیین‌نامه که نوشتم و والله آقای میردامادی الان دارم اسمش میارم، بردن زحمت کشیدن، کمک هم کردن، تو کمیته فنی تاییدیه‌شو گرفتن. فوق حرفه‌ای نوشتم اونو. 3 ماه 3 ماه و نیم وقت گذاشتم. خیلی ایرادا داشت ولی خب نذاشتن. الان خدا کنه که بذارم ما اینجا بکنیم. حالا اگر نه در کشور ارمنستان استارت بخوره و این قول به شما و همه فایترها میدم که من این کارو براشون انجام میدم و بدون چشم داشت. خدا شاهده. من گفتم قراردادی که با من می‌نویسین 25% مال منیجر سازمانه، 75% مال خودتونه. عرفشو یعنی تو قرارداد می‌نویسیم، نه اینکه بعد منوط کنم آقا تو فقط باید واسه من بازی کنی، بعد فردا اگه من نتونم بهش بازی بدم اون من نتونه بره جای دیگه بازی کنه. کاری که این دوستان میکنن. قراردادهای 3 ساله، 2 ساله، 5 ساله با فایتر مینویسن، فایتر رو بهش بازی نمیدن، فایتر خودش که میره بازی بگیره ازش شکایت میکنن، تعیین ضرر زیان میکنن. من قراردادم قید میکنم 3 ماه نتونم برات بازی بگیرم، میشی بازیکن آزاد، برو بازی کن. خیلی عمالی استاد عزیز. استاد زلالی و پاکی شما و هیچ کس پوشیده نیست. من اونطوری که من اول لایوم گفتم خدمت همه عزیزان دوستان، بالاخره این لایو بازپخش میشه و ما هم توی پیج خودمون و پیج اصلیمون میذاریم و حتی یوتیوب هم این پیج کار میشه روش. زلالی شما برای هیچ کس پوشیده نیست. توی این 38 سالی که بنده خب دارم رسمی کار میکنم به عنوان الحق و بالانصاف، من اگر 5 نفر رو بخوام نام ببرم که خیلی بیریا و صادقانه کار کردن، یکیش حضرت علی هستی.
من آرزوی موفقیت و توفیق محبت دارم و دارید. افتخار لطف دارید. بسیار بزرگی خب نصیب بنده و همه عزیزان شد که با شما هم کلام شدیم. ما انشالله، من اگر شما صلاح بدونید، من بخوام لایف های بعدی رو حتما بازم شما تشریف داشته باشین. ما میخوایم به چرایه‌های بزرگ ممنونم، برسیم، محبتتون، میخوایم باعث که افتخارم. بتونیم که ورزش حرفه‌ای رو انتقال بدیم و خیلی از عزیزایی که حالا دنبال این هستن، که دنبال حرفه‌ای شدن هستن، دنبال شاغل شدن هستن، کسایی که اصولا استاد، کسایی که پول دارن هیچ وقت فایتر نمیشن، چون بالاخره پولشو داره کار. ولی نه، بله میرن میرن تنیس، تنیس، میرن میرن بله ورزش ورزش پولداری. پولداری، ولی هیچ کس نمیاد توی ورزش قفسی خودش رو بندازه، با این خطرات مواجه کنه، روبرو بشه که بخواد آسیبی بهش برسه. قطعا با شما ادامه میدیم انشالله هفته های بعد. من لایو رو بخوام استاد اگر شما صلاح بدونید، چون من خودم حقیقتا هر شب کلاس دارم، هم روزای ظهر هم فرد کلاس دارم. کلام کلاس رو آره ماشاءالله، چیز ماشاءالله. کردیم که تعطیلش کردیم که به این لایو برسیم. مثلا اگه شما صلاح بدونید حالا روزای تعطیل مثل محبت جمعه کردید. باشه، که شبهای جمعه باشه که هم دوستان دیگه خیلی آزادترن و عالیه، همین که خیلی عالیه. بتونیم که صحبت های دیگه رو داشته باشیم. خیلی ممنونم استاد خیلی هم عزیز. عالی. انشالله استاد انشالله فتح‌الله هم انشالله باشن. حتما. استاد فتح‌الله خیلی دارن زحمت میکشن، حالا الان مریض هستن، انشالله خدا سلامتی بده. من همینجا ازشون تشکر میکنم، زحمات بسیار خیلی عالی. زیادی دارن میکشن و به زودی ما جواب این انشالله زحمات رو انشالله. خواهیم دید. من این قول رو دارم به همه دوستان میدم. ما اینجوری هم نیست بیکار نشسته باشیم، یه سری فعالیت داریم انجام میدیم علیرغم انتقادی که داریم میکنیم، انشالله. کارهای سازنده هم داریم انجام میدیم از طریق خیلی از دوستانمون توی مراکز دولتی و اونها هم حمایت کردن. انشالله ما بتونیم با لطف خدا و دوم وزیر و ریاست محترم جمهور اون چیزی که مد نظر ماست و لایق ایران و ایرانیه و در بسیار شأن و شخصیت بچه ایرانه مرسی. انشالله انجام بدیم. از شما استاد قربونت محترم برم تشکر استاد عزیز. میکنم، سلامت خیلی لطف باشی. کردین، خیلی ممنونم. محبت کردین. شما میکنم. همیشه به ما محبت و لطف داشتین. سپاسگزارم. انشالله ما بتونیم سلامت جلو باشی. اون زحمات قربونت کنیم برم براتون. استاد عزیز. ممنونم وقت شما رو گرفتیم. شب خوبی قربونت داشته برم. باشید. شبتون انشالله از بخیر. بچه‌ها هم ممنونم خواهش که لایو میکنم بودن. استاد عزیز، خیلی لطف کردین. شبتون بخیر. انشالله که آرزوی موفقیت قربان سلامتی شما، بهتون همین دارم. قضیه خواهش میکنم. کردم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ قربان شما. شما، خدا یا حافظ. علی بدر. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خب عزیزان، ما صحبت‌های خوب، بسیار خوب و ارزشمندی رو از استاد نوروزی شنیدیم، داشتیم و قطعا این لایف ها ادامه داره و میتونیم که به بسیار جای خیلی خوب برسیم. ما تصمیم بر این هست که انشالله هر هفته این لایف ها رو ادامه دار باشه. حالا هفته بعد قطعا نفرات جدید و اساتید ارزشمند و شاخص جدیدی خوب به لایف اضافه میشن. میتونیم که از بیانات همه عزیزان استفاده کنیم و راههایی رو، حقیقت راهکارهایی رو پیدا کنیم که بتونیم از این ورزشی که خیلی از عزیزان دارن تلاش میکنن نتیجه بگیرن، انشالله به یک نتیجه خوب و ارزنده‌ای برسن. برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. شب همگی بخیر. خدا نگهدار.